با تو باید مثل شبنم برگ گلها رو بغل کرد، تلخی فاصله ها رو پر کندوی عسل کرد. تو چه خوش رنگ و عزیزی، مثل یک نوت لب گیتار، مثل اوج شعر تازه، حدس یک گل پشت دیوار. میدونی مثل حبابه روی آبم، میدونی بی تو من تشنه عشق تو سرابم، میدونی بی تو آسمون نداره واسه من ستاره‌ای، بی تو من مثل یه قنچه توی خوابم، میدونی من یه خوابم توی رویا، من کویرم توی دریا، تو مثل نم نم بارون، من مثل خشکی صحرا، تو مثل نم نم بارون، من مثل خشکی صحرا. ای خواهرجان، ای خواهرجان، چی بگم که نگفتنش بهتر. ای خواهرجان، یه سری مشکلاتی آدم تو بقیه میبینه، خدا شاهده مشکلات خودت یادت میره، از مشکلات خودت یادت میره. خواهرجان برو یه چیزی هم بیارم بخورم. خواهرجان خدا دهنم کف بکنه اگه حرف بزنم تو لحظه. انار دونه دونه، ننم چه مهربونه، بیاین بریم به پیشش، دست بکشیم به ریشش، ننم که ریش نداره خودش خبر نداره. چی گفتم فرد؟ چی گفتم چی شنفتم؟ کم نامو گفتم بهتر بود فرد. هر زدم فرد، هر با تو باید مثل شبنم برگ گلها رو بغل کرد، تلخی فاصله ها رو پر کندوی عسل کرد. تو چه خوش رنگ و عزیزی، مثل یک نوت لب گیتار، مثل اوج شعر تازه، حدس یک گل پشت دیفال. لی 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 بین. هرچی فکر کردم چی بخورم دیدم که هیچی بهتر از میوه نمیشه. خارج رفتم سیب بخرم، گفت کیلو 110 تومن. گفتم اوه چی گرونه. میخواستم برم، گفت بیا ارزون تر میخوای؟ گفتم آره. گفت پایین 55 تومنه. رفتم دیدم از این سیبایی که پرموچ رفته خواهرجان، چروک افتاده روش مثل چیز با بزرگم. گفتم چیکار کنم، ارزونه دیگه، از همینا بده. 1 کیلو گرفتم. الان خیلی پرموچاشه دیگه، دارم میارم خارجان که اینا رو بخورم خرابتر نره. خارجان نگاه کن مثلا یکم اینجوری پرموچه،
ارزون تر بود، یکم سالم تراش 2 برابر بود که ما پولش نداشتم خرج. اگه به نام یزدان پاک و به نام نامی انسانیت، چقدر دوست دارم کل عمرم، یعنی قبلی که از این دنیا برم، ببینم که مردم انسانیت رو رعایت میکنن، با هم مهربونن، عاشق هم دیگه، همش دوست دارم به هم دیگه کمک کنن. وای خدا چقدر دنیا گلستون میشه، خیلی خوب میشه. و به امید اون روزی که از بزرگترین آرزوام اینه که امیدوارم بهش برسم و دلم روشنه، چشم من آب میخوره اینا، و دست به دست هم بدیم و هممون عالی باشیم. درود بر یکایک شما دوستان عزیزم، فالوورای عزیزم، خیلی خوش گلدینگز، خیلی خوش اومدید به لایو خودتون، خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم. لیدا شماره کارت بذار عزیزم. امیر خان شما میخوای به من کمک کنی، خودت میای دایرکت کمک میکنی، شماره کارت بذار اینجا، شماره کارت بذارم که 4 تا آدم پیدا بشن چرت و پرت بهم بگن، باز درگیری دلخوری پیش بیاد. کسی بخواد کمک کنه میاد دایرکت کمک میکنه، دورت بگردم. چه کاری، شماره کارت بذار و فلان بذار، نه خارج حوصله ندارم. اگه دوست عزیز حرف تو دهن من نذار. من کی گفتم همه مردم بی فرهنگن؟ تو چی چرت و پرت نگو، اینقدرم چاقی ولی مغز تو کلت نیست. من کی هم چه حرفی زدم؟ حرف تو دهن آدم میذارید بد ذات. دایرکت دادم باز نکردی، من دایرکتی از شما ندیدم امیر خان، دروغ نگید اگه ممکنه. هر روز دارم دایرکتامو چک میکنم، هر روز. دروغ که نمیگی ولی خب داری شوخی میکنی یا سر به سر من میذاری تو لایو. منم که حوصله ندارم، یعنی تمرکز ندارم که بخوام تک تک شما منو سر کار بذارید اذیتم کنید منم حواسم باشه. نه بفرمایید سیب. شام چی داشتی؟ شام که چند روز پیش بچه قرمه سبزی درست کردم که تک نفره تو فریزر گذاشتم، یه دونهشو گذاشتم بیرون باز بشه. برنجم دم کردم ولی غذاهام یخ کرده، یعنی برنجم که دم کردم 2 ساعت پیش بوده یخ کرده، دوباره باید گرم کنم تو لایو بعدی اگه وقت بشه. به خدا دایرکت دادم، شاید باگ اینستاست، یه بار دیگه دایرکت بده عزیزم، کار نداره که. زنگ بزن دوست عزیزم، وقتی که شک داری بعد از لایو به من زنگ بزن تو دایرکت، صوتی یا تصویری، اونجا مجبورم که جواب بدم و پیامت دیده میشه. زنگ بزن عزیزم اگه راست میگی البته. بفرمایید سیب. شام چی خودی؟ شام هنوز نخوردم، درود بگردم. مگه وضع مالیت خوب نیست لیدا که بهت میگن شماره کارت بده؟ نه به خدا، منو چی دیدید؟ یه آدم ثروتمند، یه آدمی که از اینستا درآمد داره، از یوتیوب درآمد داره؟ نه بچه‌ها، با بخور و نمیر دارم زندگی میکنم، تازه دارم 2-3 تومنم به مادرم کمک میکنم هر ماه. وضعیت مالیم افتضاحه. نمیخوام بگم حالا باید کمکم کنم یا دست گدایی دراز کنم، نه، ولی هر کسی دوست داشته باشه میتونه حمایتم کنه، هیچ اجباری هم نیست، هر کسی که دوست داره. چجوری شهید شده و جنازه نیست اینجوری باشه؟ سلام عشقم. هتل اردشیر بزنه ببین. درود بر شما. چقدر یا هتل اومد رفت شخصیون. بیا
رفت داخل هتل منفجر شد. کجا رفتی په؟ سلام درود سیاهی کیستی؟ منم آن معشوقه ملکه او مای گاد وای ملکه چی میخوری؟ سیب. نوش اون جونت گوش بشه به تصویر به رونت. مرسی. چرا تصویر نمیدی؟ لیلا جون اینجا خوابیدن همه. خب ملکه به یه چند دقیقه ما بالا باشیم با شما یک گپ مگه ریز بزنیم و بریم پایین. خونتون مگه حالا یه اتاق روز خواب دیگه نداره؟ نم با یه دونه تصویر. سالن خالیه فقط؟ الو الو با توی اما حداقل تصویر نمیدی صدا که بده. نتت هم که داغونه. راست میگه خوابیدن ولی تلویزیون اینقدر صداش بلنده. این چه دروغ شاخداری بود دوست عزیزم. اگه خوابن چرا تلویزیونت اینقدر زیاده؟ خدا بگم چی کارت نکنه که یه دروغایی میگی شاخدار. بگو نمیخوام تصویر بدم. خوابن با 200 تا صدای تلویزیون خوابن. آره ننه من میخوابه. چه دروغا میگم ملت خدا شده. اصلا دروغ برشون شده افتخار. خیلی زشته ها. خیلی بده. بچه به نظر من چندشترین چیز تو دنیا دروغه. خیلی بده. از یا همچون محکم دروغ میگن که خودشون هم یه لحظه باور میکنن. خیلی بده دروغ. خیلی کار کثیفیه. کسی رو بالا نیار. عزیزم بیتا جون چشم کسی رو نمیارم بالا. راست میگه هر کی هم میاره یکی یا دنبال فالووره، یکی میخواد سریع فالوور بگیره بعد از من بره لایو بذاره. اصلا ظرفیت ها شده صفر. نمیشه به کسی خوبی کرد، کسی رو بالا آورد. نمیدونم چرا ملت بد جنس شدن. البته بعضیاشون. کاش از تو صداقت رو یاد بگیرن. عزیزم امیرخان خوشتیپ و جذاب. عزیزم مرسی. لیدا اون پسری 1 میلیارد رو زد برات بچه ها. اون کنسل شد. تو رو خدا بکشید بیرون. نه بابام یه چیزی گفت و رفت. بعدش هم شرایطی که اون داشت من قبول نکردم. نه بچه ها یک برده و زندانی میخواست که من قبول نکردم. نه دیوونه مگه به 1 میلیارد خودم بفروشم؟ نه بچه ها کنسل شده. با بنده خدا مست بود یه چیزی گفت. شما چقدر پیگیرین. 1 میلیارد کجا بود خواهر؟ دلتان خوشه. اگه 1 میلیارد میذاشتم کلمو تو سینگ ظرفشویی نمیشستم. واه من حاضرم برده زندانی بشم ولی شوهر کنم. بابا تو دیگه خیلی دیگه ضعف شوهر داری خواهر جان. بیزار از هرچی شوهر خواهد به سر هرچی شوهر. شوهر میخوام چیکار؟ اومد وازلین کاریشو کرد و رفت. خب وازلین کاری هم که میکنه منم لذتمو بردم. پس ضرری نکردم. علی آقا تو هم بلدی بیا از این کارو بکن.
مگه همون نرفتی که لیدا سرتو تو سینک شستی؟ بچه‌ها میگم آب نداره خونم، به چه زبونی بگم؟ به زبان اردو، پشتو، انگلیسی، آلمانی. 7 ماه من آب ندارم، فقط از ساعت 1-2 شب آب یکم خوب میشه فشارش تا صبح، که منم تو این ساعت تو لایوم نمیتونم برم همون. داستان خونه من اینه دیگه. پمپ گذاشتیم، پمپ هم سوخت، پولم ندارم برم بساز تعمیر کنم یا یکی دیگه بخرم. ول کنیم بچه‌ها، یه نفرم، خدا بزرگه، میخوام چیکار؟ 2 تا آفتابه آب میذارم کنار شبا، پارچه رو پر میکنم، بطری نوشابه رو پر آب میکنم میذارم کنار، خدا بزرگه. ول کن خواهر جان. حوصله داری خواهر جان؟ نفستون از جای گرم در میاد که وضعتون خوبه، خدا بیشتر البته بهتون بده. کجا بیارم فرت و فرت خرج خونه کنم؟ چقدر مگه من درآمد دارم؟ کمک مادرم من باید بکنم، یخچال من بسوزه یخچال بگیرم، نمیدونم از اون فلان چیزم بسوزه، با این خرجای گرون خواهرجان ول کن بابا. نمردم، همین که تو بیابون و تو خیابون درود نموندم، ملکه. خدا رو هزاران بار سپاسگزاری میکنم. درود و عرض ادب خدمت لیدا و تمام فالوورای عزیز لیدا. چطورید درود بچه‌ها؟ بر شبتون شما. بخیر. درود بر وقتی شما. میای بالا میبینی دارم سخنرانی میکنم یکم صبر کن، بعد بگم صبر بر کردم، یهو ساکت شدی، گفتم سخنرانی لیدا خانم تموم شده که یهو دوباره شروع فرمود. آره عزیزم. بچه ها منو جر دادید، چند ساله میخوام یک چیزی نگم، این منو پاره کردید. حقوق داری حقوق داری حقوق داری. آقا 8 تومن دارم، 3 تومن میدم مادرم، 5 تومن. راضی شدید؟ کلمو که تو سینک شستم دیدین، با 5 تومن دارم زندگی میکنم. اینا رو هم نمیگم چون هم بگم میگید شروع کرد به ندارم کاری. بابا از من نکشید بیرون، اینا رو چیکار داریم؟ میخواستم بگم 5 ساله میگفتم دیگه. هر شب حقوق داری حقوق داری. حقوق گیر خر دارم، 8 تومن، 2-3 تومن بدم به مادرم چون داره با فقر زندگی میکنه، 5 تومن خیلی زیاده. بابا بکشید بیرون از من، ولم کنید. چیکار دارید؟ اصلا پول دارم، اصلا گشنم، اصلا گدایی میکنم، ولم کنید. لایوتون رو نگاه کنید. اینقدر اذیتم کرده که مجبور شدم که کلمو تو سینگ بشورم نشون بدم. بابا حموم ندارم، این کله شستن من اینجاست، نمیکشن بیرون. الان اومده حقوق داری. حقوق گیر خر دارم یا شیر خر؟ بابا بکشید بیرون. حقوق چی دارم؟ چی میگید؟ 4 تا احمق شیشه مفنگی گوخوری میکنن، شما باور میکنید؟ ول کنید دیگه بچه‌ها. حمایت هم نمیکنید دیگه، چاقو به قلب من نزنید دیگه. ول کنید، ولم کنید، خواهش میکنم ولم کنید. لیدا ول کن دیگه، ول کن. اینقدر کامنت ها، دلار اینقدر که به آدمو در کامنت های میارن. منفی. خب 5 باش، سال اینقدر به آخه کامنت های چقدر؟ منفی که توجه میکنی، به کامنت های خوب توجه کنی. همه قربون صدقت میرن لیدا جون. لیدا که اینقدر کامنت های خوبم خب نه برات میذارن، 2 دیگه. تا کامنت بد ببین میبینی نگاه نکن. 5 سال دارم میگن چون جواب نمیدم پشت سرم تو لایوهای دیگه حرف گذاشتم. بابا بکشید بیرون دیگه. عشقم حقوق لیدا کجا جون، تو این بود؟ لایو گذار بزرگی شدی، یعنی به نظر من بعد آریان تویی دیگه. خب نه خب من میگم مردم دیگه اگر حرف حمایت نمیزنن. مالی نمی کنید چرت و پرت هم پشت سرم نگین دیگه. حقوق میگیره. حقوق چی میگیرم؟ با این وضعیت ترنسیم چی فکر کردیم پیش خودتون؟ من سر کار میرم. آیا حالا باز بعضیا هستن که گدایی میکنن، اینا هتل کار میکنن، 2 تا شیفت دارن کار میکنن، بازم به یورو و پوند و دلار کمک میکنیم. من چه کاری دارم؟ من تو خونم کاری ندارم، با این سینایی واموندم باشم برم کجا کار کنم؟ ای این بابا. کاراکیز نوشه حداقل حقوق بالای 13. خب عزیزم نقی 20 تومن. حالا تو این دور و زمانی واقعا یه آدم به 20 تومن میتونه زندگی کنه؟ بابا من دارم مستمری میگیرم. مستمری. حقوق کجا بوده؟ یه مستمری دارم به این میدم، اونم دلشون سوخته چون ترنسی بی کس و کاری. به خدا نمیخوام این حرفا رو بزنم، باز 4 نفر احمق برم پشت هم بزنم. اصلا زیر چقدر الان نگاه کن، زیر 30 تومن میگم فقره. من زیر 10 تومن دارم زندگی میکنم. چی میگید؟ چی داری میگید؟ ولم کنید
بچه‌ها ولم کنید، دست از سرم بردارید، بذارین به حال خودم زندگیمو بکنم، ولم کنید. چی کار دارین که پول دارم یا ندارم؟ وقتی کمک نمی کنید زخم زبونم نزنید دیگه. ای خدا، چه خبر آیستان؟ چیکار میکنی؟ کم پیدایی. سلامتی داشتم، هیچ خونم. خونه دوستم نشستم، اونا تو پذیرایی هستم، منم اومدم تا خواب نشستم. این قضیه که احمق اومده تو لایو خودم نوشته خفه شو. خب زنی که یه خر سیاهی نفهم، هی میگم بلاکتون نکنم. فالوور عزیز شاهد باشید، ببینید قلب آدمو میشکنید جایی که اعصاب من خورده. ببینید بعد میگید چرا بلاک میکنی؟ چون بعضیایی که توهین میکنن خیلی بی پدر و مادر و بی خانواده‌ام. هر کاری میکنم که به بلاکی فکر نکنم نمیشه. میایید مجبور میکنید آدمو. خفه شو. چرا پشت سر کسی خب خفه اون پدر و مادر تو بشن که به تو نون و شیر و آب دادن ولی ادب ندادن بهت. زنی که یه احمق، برو گم شو بیرون. آشغال. بعد میگن چرا ما رو بلاک میکنی؟ این یه مدرک زنده. لیدا برو یه دست دندون بذار، پولشو من میدم. شما اگه خیلی پولدار بودی میخواستی پول بدی 2 گیگ نت کمک لایو میکردی، نمیخواد با دندونای من خرج کنی. آقای فرهاد عزیز 2 گیگ نت یک شارژ 5000 تومانی به لایو کمک میکردی. شما نمیخواد پول چند صد میلیونی دندون منو بدی. دورت بگردم. تو برو خود را باش. اگه بگذاریم ولش کن، حرف مفت زیاده. باز بخوام بچسبم به بلاکی، آره دیگه بلاک میکنم بعد. ول کن لیلا، ول کن. خب خارجا از خودت چه بعد وقتی رفتم 500 نفر رو از هاید و بلاک در بردم باز شروع کردن. نگاه کن خودشون میخارن، بعضی خودشون میخارن، وگرنه که من همه رو از بلاکی در بردم. چه بچه‌ها به قرآن جای چاقو خوب میشه ولی جای حرف خوب نمیشه. درسته چیزی نمیگیم ولی یه جوری به دلمون مینشین حرف شما، یه جوری مینشینه شاید تا صبح به خاطر حرف شماها گریه کنیم. درسته لایو خیلی ریلکسیم داریم چیزی نمیگیم ولی به خدا به مرگ مادرم بعد حرف شما لایو قد میشه داریم همش به این توهین شما فکر میکنیم. چرا الکی دارید ما رو ناراحت میکنید؟ یه حرف برای شما چیزی نیست ولی برای ما خیلی چیزه. دهن آدمو سرویس میکنن. بابا بکش بیرون. 500 نفرتون از بلاکی در بردم. تو رو خدا جون مادراتون منو مجبور نکنی بلاکتون کنم. بس کنید دیگه. سلام لیدا خانم، خوبی؟ درود بر شما. پریناز جون خوش اومدی عزیز دلم. حالا شما خوبه؟ اجازه بدی من پیرهنمو بپوشم؟ بریم بپوشین. اومدی بالا باز امشب کامنت بخونی؟ نه دیگه کامنت نمیخونم. دیگه کامنت دهن ما رو نمیخونم. سرویس کردی. اعصاب آریانو خورد کردی. نه دیدم منم کامنت این دیگه مدت نمیخونم. کامنت میخوندم ولی عادتی میکنن یکی دو بار. لیدا خانم من آخه کنترل کامنتم به خاطر شما، وگرنه کامنت ها رو چرا باید بخونم؟ دیشب شما بودی که متخصص کامنت بودی دیگه. همین دیگه من متخصص کامنت بودم که کسی بی احترامی نکنه به شما. بابا اون چیزی که شما دیدی اون لایویه که میذاری 3 نفر میان بالا شروع میکنی با کامنتاشون حرف زدن. این لایوهای ماها فرق میکنه. وقتی میای بالا اینجا شلوغه باید حواست به لایو گذار باشه که ازت سوال میپرسه. زهرا درست حرف میزن. علی چی داری میگی؟ برای خودت داری کامنت جواب میدی. اصلا دیگه کامنت نمیخونم. خب دیگه یاد بگیر. اعصاب آریان هم خورد کردی دیشب. کم رعایت کنیم. آریان جان داداش معذرت میخوام ازت. داداش چیه؟ من خانومم. آریان لیدا یا خانم؟ آریان داداش من نمیدونم اسم پسر آریان. الان من اینجا من خانومم. خانم لیدا خانم دیگه. الان گفتی داداش.
شما گفتی آیا ناراحت شد، من جواب دادم. ولکن بابا، ما غلط کردیم. هیچ. اوکی. نه دور از اون. مای گاد. Yes, اوکی. yes. آقای حمید خودتو معرفی میکنی بشناسمت؟ من حمیدم. هیچ که اونم نمیدم. خب چه رفت حالا دارن چی سوال بسی بکنم کون جواب بدم. کونو راه انداخت تو بسی کون میخوره. من سوال گفتم خودتو بپرسین جواب معرفی بدم. کن، نه گفتم کون میدی یا کون نمیدی. نه من والا بچگیام ندادم، بخوام اعلام بدم خیلی زوره. عزیزم من میگم خودتو معرفی کن. از میگم کجا معلوم؟ حمیدم دیگه. کجایی هستی؟ چند سالتونه؟ من حمیدو که اصالتا دیدم. خراسان شمالی هستم. بعد خدمت شما عرض کنم 40 سالمه. خودمم الان رودهنم. موفق باشی عزیز. سلامت باشی. الان هم یه جور دراز کشیدی، انگار یه شو کم زایدی. واقعا امشب اینقدر خودم، اینقدر شام و اینقدر میخوره مثلا نمیتونم تکون بخورم. لیدا خانم عشق، کسی به این بی‌احترامی نکنه بچه‌ها، بی‌احترامی نکنه، خدا وکیلی خوش نمیاد به خدا. بیچارم من کردن. ناراحت یعنی بعضی میشم. وقتا آدم، من میشینم به خودم میگم اگه کاش لایو گذار نمیشدم هیچ وقت، که میام توی ببین با از این طریق دست چوراغم مجازی روان میزنم، خودم رو داغون میکنم. با این دست چوراغم میزنمتون. بی‌احترامی ممنوع. این بچه های خوبه؟ دیگه کجا هم بچه های دیگر هم بیاریم بالا. اگه همشون میدون خودشون. الان به قول خودتون گفتین 41 سالتونه؟ چقدر 40 چند؟ اسمش حمیده. من 40 سالمه. خب 40 تنهایی اذیتتون نمیکنه که 40 سال تنهایی؟ الان لیدا جان دیگه پیش میاد دیگه. لیا خانم سلام سلام. پیش میاد یا خیلی داره بهت خوش میگذره تو مجردی؟ خدا بد میگذره، خدا وکیلی شروع بد میگذره. ما چاری هم نیست. ما یه خواننده کرمانجی داریم میگه چاره‌اش تن تقصیر دور زمانه. چاره این است، وی تقصیر دور زمانه است. وی که تو و تقصیر دور توشی زمان. کرمانجی. از زانم کرمانجی زانم. کرمانجی پس. از کرمانج ننم، از ترکم. نه چی زیاد ترامی بلد از نیستم. ترکم. کرمانجی من من ترکم، کرمانج نیستم، من کرمانجی هم بلد. من بوجنوردیم. بابای خدا بیامرزم بوجنوردیه. بوجنوردم که میدونی پر کرمانج و ترکه. بعد این همون فامیلامون که دیگه. میمنن خونمون حرف میزدن، بعضی چیزا رو یاد گرفتم. رنده و یاخشده الان و کجایی؟ لیدا خانم شما خوشحالتنی و زرلی مخن و اینا. الان کجایی؟ چیکاره؟ میگم الان کجایین؟ کجا زندگی میکنید لیدا خانم؟ مشهد یا علی مشهد. آها. یا علی مشهد یا رضا مشهد. مشهدم بلدی یا 2 نه؟ سال اومدم مشهد. آره مشهد بابا 2 سال اومدم. اینقدر دلم تنگ شده برای امام رضا که چی. من که خودم هم 10-12 سالی هست اونورا نرفتم. میگم مشهدم بلدی یا نه؟ آره بابا مشهدم رفتیم اومدیم. خلاصه اما 2 منم از سال نیومدم. میخوام رضا برم. من گفتم چند روز پیش تصادف کردم ماشینا زدم به دیوار. 2 روز دیگه تحویل میگیرم میخوام برم مشهد. خب مگه مست بودی ماشین رو بزنی به دیوار یا عقلت مشکل داره؟ آره خدایی مست بودم. خاک به سر. میزدی به یه ماشین دیگه حداقل نه یک وزیر. جسارتی میگرفتی. نه نه بابا بابا ما من دادم دنبال رانندگی تصادف. میکنه آقای محترم میزنی جون یکی رم میگیری ناکار میکنی. خاک. الان خودم رو ناقص کردم. اون موقع باید 2 نفر دیگر هم ناقص میکردم. پس خب جای شکر باقی است. خب دفعه بعدی باز میزنی یکی دیگر رو ناقص میکنی. آدم مست همون میشه دیگه دیگه رانندگی عقل نداری. تصمیم گرفتم دیگه مست شدم پشت فرمون نشینم. ای غلط کردی تو. به خدا دیگه قول دادم به خودم. باشه به قول داد. پدر مادرم هم گفتم دیگه مست کردم پشت ماشین نمیشینم. پشت ها فرمون. باشه. اگه به حرف ننه بابات میکردی که نمیخوردی.
خب دیگه نخوریم هم نمیشه، نخوریم نپاشیم، میخوایم چی کار کنیم؟ لخت اومدیم، لخت هم میخوایم از این دنیا بریم. بخور ولی باعث آزار اذیت کسی دیگه نشد. آدم مست رانندگی نمیکنه. من ای کسی رو بابا آزار اذیت نمیدم، من خودم عذاب دیدم، خودم خوردم به دیوار، خودم شما وقتی انگشتم شد. اون خدای نکرده از یک بار قصه در می‌ری، 2 بار قصه در می‌ری، بار سوم میزنی به یکی دیگه، هم یکی دیگه رو بیچاره میکنی، هم ناکار میکنی. بچه ها حالا یه بد دعوا نکنید. از مستی گفتین یاد یه چیزی افتادم. مستی هم درد منو دیگه دوا نمی کنه، غم با نفهم حرکت من زاده شده، منو رها نمی کنه، منو رها می‌کنی نمی نازنین کنه، پسه. منو رها نمی کنه. همیرای خسته عصره، از همیرای عصر. هر چی که بود، خسته از هر چی که هست، را میافتم که برم مثل هر شب مست من، باز دلم مثل همیشه خالیه، باز دلم گریه مستانه ماشاءالله میخواد، هنرمند. برمیگردم تا ببینم کسی نیست، میبینم غم داره دنبالم میاد، ماشاءالله میبینم هنرمند. غم داره دنبالم میاد، ناز مستیم نفسه. درد منو دیگه دوا نمیکنه، غم با من زاده شده، منو رها نمیکنه، منو رها نمیکنه، منو رها نمیکنه. ماشاءالله. ماشاءالله. ناز Thank you. نفست، خدا وکیلی. مرسی همیرا بودا. عزیزم. مرسی و مرسی بعضی از مرسی هنرمند. کلمات رو بعضیا میگن یاد مثلا آهنگ و آواز میفتم، یا یکی میاد میگه مستی، این آهنگ یادم میاد، یکی میگه ساغر، بعد میگم تو ای ساغر هستی به کامم مرسی اینجا. ننشستی، ندانم که چه بودی، ندانم که چه هستی، تو ای ساغر هستی به کامم ننشستی، ندانم که چه بودی، ندانم که چه هستی. ها اینجور چیزا یهو یادم میاد خانم. ماشاءالله ماشاءالله هنرمند. ماشاءالله. تشویق کنیم بچه‌ها، یه قلب بذاریم براش. مرد باشین یه قلب بذارین. هایده اومد. Thank you. من که هر شب دارم آواز میکنم، هر شب. میدونم اگه بابا هنرمندی تو. مرسی. و دوست عزیز دو بنده نارنجی، خوش آمدید، معرفی بسازید برای دوستان عزیز. خودش معرفی نکرده که این دو بنده نارنجی. منم کلیدا جان Yes of course. دوباره معرفی کنم خودم. آره دیگه، دیشب بود، امشبه، بچه ها نمیشناسنت. باشه، من ارغوانم، 26 سالمه، ساکن مشهدم. و ترسم آفرین. و که گفتم بفهم. بقیه ندیگه اگه خوش خودم اومدی عزیزم. و ما که متوجه نشدیم. میخواستی خب گوش مجددا کنی. نیست. نه من داشتم دوربین گوشیمو تمیز میکردم. عذرخواهی میکنم. گفتم ارغوانم، 26 سالمه، ساکن اوکی مشهد. ترسم اوکی. خیلی خوش بعدش بسیار. اومدی. بعدش هم شما که داری دوربین رو تمیز میکنی صدا که قطع نمیشه. نه یه اوکی. لحظه حواسم رو دوربین بود. اگه خب بچه از هم دیگه سوال بپرسید. من دهنم بنده، دارم انار میخورم. انار یه چی بنده بگم خدای نورانی همین از برو دختری پایین. پرسیدن اسم شوهر من دوست.
بیاره بالا، لیدا بهش بگه ترنس بودن خوب نیست، عمل نکنه. خب بذار کار که دلش میخواد رو بکنه. کی شوهرش میخواد عمل کنه؟ آره از نظر تو خوب نیستش، ولی از نظر اون چی بگم والا الان هم بگم باز. نه الان داره چی میگه؟ میگه شوهرم ترنسه. آره میگه همین برو پایین کامل گذاشت. یه شوهرم بیاد بالا لیدا بهش بگه که ترنس بودن خوب نیست، شوهرم عمل نکنه. بابا داره اردوان چرت ببین داره چرت لیدا گفت که میگه. کامنت تو ها رو اگر نخونیم. ببین من کامنت ها رو نمیخونم. نه این خیلی لیدا گفت واجب. کامنت ها رو. اگه به اینو واجبات نگاه کنی خیلی واجبم باید بخونی. نه بچه‌ام چه بی‌ادبی. خوب، چه خانومیه که شوهرش ترنسه داره باشم زندگی میکنه، چقدرم ریلکس میخواد شوهرش رو بیاره بالا صحبت کنه. آره بعد با عقل جور در میاد. شما نمیدونم باور ولی کردین. بهش بگین که این کارو نکنه. ای مگه خواهر اون جان تو برق چقدر ما ساده کنه ای، برق شما نکرده. چقدر ساده ای خواهر جان، اسکلت کرده تو هم باور کردی. خواهر جان نمیدونم انارای مشهد اینجوریه یا کلا انارای ایران و سرما زده. انارا نه همه انار ببین من که خوب و خوشرنگه. نه نگاه کن، انار زرد و خشک. ببین آب ندارن. انار آب بهشون معمولا هست. وسطش قرمز میشه. من نمیدونم این چجور اناریه که وسطش زرده. بابا امسال اینجوری شده انارا رو سرما زده. من انار قرمز هنوز انار ندیدم. بخری، امسال کماوی هم بود. آره دیگه وقتی انار کماوی هم بود. میخری دنبال انار پوست قرمز نباش، پوستش هر چه سفیدتر باشه انار قرمزتره. اصلا بحث این حرفا نیست. انارا رو یا بی آبی بوده یا سرما زده هرچی هست. آب که از کلا نیست. خب دیگه از 10 تا انار یه دونه شاید یکم قرمز باشه، بقیه همه سفید. آره آره من کماوی نظرم بوده. عربی توش زیاده. No baby من نخون. اگه خب بچه‌ها از هم دیگه سوال بپرسید، من دهنم بنده. منم که دارم سیگار میکشم. خب سیگار هر چرا سوال بدن؟ بپرس جواب بده. من یه ضرب المثل میگن، جوک میگن، نمیدونم چی. از دختری پرسیدن ارغوان جون اسمت عمل چیست؟ گفت کردی؟ 2 سال و 6 ماه. نه هنوز اسم این دختر چیست؟ در آینده. قصد عمل داری؟ آره در آینده. خب سلامتی عزیزم. بذار این زنده آقا باشی بالاخره به بچه‌ش. حرف اومده، ببینیم چی میخواست بگه. از دختری پرسیدن چیکار شده؟ از دختری پرسیدن اسمت چیست؟ گفت 2 سال و 6 ماه. اسم این دختر چیست؟ 2 سال و 6 ماه. 2 سال که میشه 24 24 ماه، اونم 6 ماه 18 ماه. اسمش 18 ماهه. نه دیگه 2 سال میشه 50 2 تومن سال میشه شارژ داره که 24 اونم 6 سی ماه. لیدا 50 تومن شارژ بردی. بجون برو پایین شارژ منو بزن تا یادت نرفته. نه فردا میزنم. الان هیچ دسترسی به هیچ ATMی ندارم. فردا صبح برات میزنم. نزدی وای به حالت. 50 تومن شارژ ایرانسل. 50 تومن فردا صبح ساعت 8 میرم دفتر برات میزنم. دیر کردش هم بزن، چون فردا میخوای بزنی ساعت میشه. نه دیگه من گفتم فردا صبح دیگه. اگه گفته باشم فردا صبح نزنم پس فردا بزنم دیر کردشم بهت میدم. اگه به بعد ظهر بخوره باید ساعت بزن. باشه بعد از اون خود من ست میزنم. فردا صبح شماراتو بفرست من فردا صبح برات بزنم. شماره نمیخواد، شما کد شارژ رو بفرست. خود شارژ رو میفرستم. اونم چشم. دیگه چی؟ اینم کردیم. البته این چیز ضرب المثل شما رو من نشنیده بودم و حساب کردم. 24 ماه. تو لایو گفتم دیگه. نه من خودم گفتم. ببین آخه اول کاربرای نمیدونی اشتباه من حساب هر کردم. گفتم 2 سال میشه 24 ماه، اون 6 ماه رو اشتباه حساب کردم. بعد دوباره حساب کردم. 2 سال و 6 ماه. 2 سال میشه 24 ماه.
اونجا هم 6 ماه میشه سیما. اسم دختر سیما بوده. لیدا باز خوب بدون اسمش کمک لیدا من میگه. میتونم براش چاره بزنم، ولی من میتونم از اپلیکیشن باید بزنم، کد نمیتونم بزنم. کد من فردا ده رمز شارژ ده میفرستم برای لیدا. 10 گیگ برات این هدیه انتقال میکنم از تو چیز نرم شماره که افزار. خواهر میدم به هوایی که 1 گیگ 2 گیگ بدن شماره رو میدم، بعد شماره هم پخش میشه توی یک سر بعد نه زنگ بخوره. نه من اینجا رمز که شارژ نه، میفرستم لیدا خانم. دایرکت بهم بده، اینجا که نه. دایرکت بیا، حالا شماره که نه ولی شماره کارت بهت میدم. اگه بس. و خب آیستان خوابی یا بیداری؟ اهنی اونی چیزی بکن ببینیم. بیدارم عزیزم، دارم گوش میدم به حرفای شما فعلا. خب بنسو برای اینکه هممون صحبت کنیم آیسان از همون بالا از هر نفر یه سوال بپرس. بذار من آخرین نفر لیدا، خودم من سوال کردم خیلی ضعیفه. خب من ارقوان آخرین شما نفر من بپرس، سوال ولی نگاه کن سوالاتون رو آماده کنه. آقای دو بنده سبز شما هم سوالات آماده باشه، از هر نفر باید یه سوال بپرسید. ارقوان سوال کن. باشه از کی بپرسم اول؟ از من بپرس. خودت باید بگی، خودت از هر کی دوست داری از هر کدوم یه سوال بپرس. باشه الان که عرق خوردی مساله کردی چه اتفاقی برات افتاده؟ همین چی شده؟ میگم قاطی نشد. بعد تصادف چه اتفاقی برات افتاده؟ بعد تصادف دیگه اتفاقی نیفتاده که، همش دیگه میام خونه میرم مغازه، اما قبل نه تصادف دور میزه. یعنی هیچی نشد، دستی پایی زخمی نمیتونم. چرا انگشتم شکسته، فردا میخوام باندم رو باز کنم. آه فردا دیگه میشه 9 روز. چه خب خوش دیگه شانسه که تصادف فقط انگشتش شکسته، خیلی خوش شانسه. آره بابا. آقا تصادف آنچنانی نبود که همینجوری تو دل دیوار رفتم دیگه. بازم حواست باشه، به نظر من وقتی مسی اصلا رانندگی نکن. چشم. آره تصمیم گرفتم دیگه موقعی که مس کردم اصلا نرم بیرون. اگه عملی کنی تصمیم خوبی گرفتی. آره جدی تصمیم گرفتم این کارو دیگه نکنم، خدا کنه. چون میزنم خودم رو داغون میکنم. بعد تصمیم یک گرفتم از این بعد بچه مس کنم و بیرم بخوابم. بچه از شما بعیده با 40 سال سن کار پسرای 16 ساله رو انجام میده. اگه چرا واقعا برای چی؟ اتفاق دیگه میفته دیگه. نه کدوم عقلی حکم میکنه یا آدم مست بشین پشت فرمون، خیلی نه خب فکر مجبور بچگانه. بودم برم بیرون. وا دیگه مجبور بودم برم بیرون، کار خلاصه داشتم. بچگی کردی. اوکی از نفر بعدی بپرس. آیسان خانم که ساکت فقط شنونده است. آیسا خانم شما ورزش مورد علاقه چیه؟ چشم. من که ورزش نمی کنم، ولی اگه برم ورزش پیاده روی. من پیاده روی بیشتر دوست دارم. لیدا تو چی؟ بیشتر اصلا پیاده شما چه روی بازی بیشتر. انجام بدین؟ منم ورزش نمی کنم، ورزش بازی. نه منظورم اینه که یک ورزشی رو من خیلی علاقه داشتم، اسکیت. خب بعد کفشاشم خریدم، یکی دوستی داشتم گفت من واردم بهت یاد میدم، در صورتی که دروغ گفته بود، وارد نبود. منو چند بار خوردم زمین با پس کله و دیگه ترسیدم، بی خیال اون قضیه شدم دیگه هم آره اسکی نرفتم. که واقعا ترسناک. میدونی من باید میرفتم از جایی که یک محیط بسته باشه، مربی وارد، بعدها فهمیدم که مربی تا 3 روز دستتو باید بگیره، ولی این از روز اول دستمو نگرفت. میگه خودت پاشو، گفتم بلد نیستم. میگه پاشو، گفتم خب میخورم زمین. گفت اینقدر باید بخوری زمین دست و پات بشکنه که یاد بگیری. گفتم این چه مدلشه؟ چه ظالم 2 بار با بودن. پس کله خوردم زمین، با پس آسون یه کله روزه بدم بهت یاد خوردم زمین. بده. بعد چقدر فهمید بابا طرف بلد که نبوده، چی شیشه میشه‌ای بوده، من اسکلو می‌خواست به کشتن بده. دیگه الان بی که خیال به من شدم. هم دیگه خلاصه که داشتم میگفتم همونم بی خیال شدم، ولی پیاده روی رو خیلی دوست دارم. آره منم پیاده روی دوست دارم. پیاده روی یه جورای آرام بخشه.
آره آدم وقتی دقیقا. عصبی میشه به نظرم بره پیاده روی، آرام بخش، یعنی آروم میشه. من آقای ورزش رو خیلی دوبنده دوست سبز، دارم. لامپ شما چه شما رو کور کرد، اون خورشیدی که وسط سقفت هست. ها حالا خوب شد. من میدونم لامپ اون برای خاموش کنم. نه خوبه، تو چشممون نیست. خب آقای زاکیو، نوبت شما، سوال بپرس. دو بنده سبز بله بعد بله از بله. زایمان بله. سوال بپرس. سوال چی بپرسم؟ چی قبل بگم؟ از ارغوان گفتم سوالات تو آماده کن، همش به فکر زایمان خودتی. گفتم همون سوالات تو دیگه. آماده کن. بذار آیسان خانم یه سوالی بپرسه تا من سوالامو آماده کنم. چه تعارفی میکنی؟ 20 دقیقه پیش گفتم لیدا سوالات تو آماده اگه کن. بگو. برگردی به عقب، لیدا اگه برگردی مثلا به 20 سال گذشته چه کاری انجام میداری؟ عقل اگه من الان برگردم داشته باشی، برگردی به 20 سال گذشته ولی عقل الان رو داشته باشی. 20 سال پیش چه کاری میکردم؟ آره. شاید زودتر اعلام میکردم. من الان 5 سال اعلام کردم که ترنسم. 20 سال پیش شاید اگه عقل الانو میداشتم به خانوادم میگفتم، قبل اینکه بیان از توی اینستا و از مردم بفهمن که من ترنسم، خودم خورد خورد بهشون میگفتم. همین لیدا کار بدی هم برگردی به نکردم. نه. لیدا برگردی به جوونیت، خب میذاشتی بچه دار بشی بازم؟ دو بنده سبز سکوت. خب یه بار دیگه بپرس. اگه برگردی به موقعی که ازدواج کردی، خب با همسرت، میذاشتی بچه دار بشی؟ اگه قرار بود که همین 2 تا بچه رو داشته باشم، آره، نه، 100%. کلا موقعی که چون برگردی میدونی به اول ازدواجت و عقل الانو داشتی، میذاشتی بازم بچه دار بشی از خانومت؟ آره من بچه خیلی دوست دارم. آخه نگاه کن ببین آیسان، بعضی شاید میگن چرا بچه دار شدی یا تو که ترنسی حس نداری، اینا از این حرفا. خب ولی اگه واقعا این 2 تا بچه رو من نمی داشتم، الان نمیدونستم به کی باید تکیه میکردم و کی دل منو شاد میکرد. که بچه هم بهترین دوستای منن و بهترین نعمت خدا هم برا من. من بچه‌هامو خیلی دوست دارم. آره. من اسم این آخه آقا رو میدونی همیشه یادم میره. آقا اگه با این وضعیت ترنسی خب ما نخوایم از خودمونم بچه داشته باشیم دیگه، بعد از اون دیگه فرصتشو نداریم که اگر مثلا بخوام چنج کنیم، میدونی دیگه بعد آرزوشو به گور ببریم. ولی من از این میدونم. نظر خوشحالم با اینکه سرکوف زیاد خوردم، سرزنش زیاد شدم، ولی 2 تا بچه از خودم دارم که خیلی هم دوستشون دارم و به جرئت میگم بهترین بچه‌های دنیا هستن. بهترین پسر دنیا، بهترین دختر دنیا رو من دارم که کوچکترین بی احترامی ازشون ندیدم خدا جز لطف حفظش و کنه. محبت. میدونم، ولی حالا اگه یه جورایی به این چیزا فکر کنیم، بیرا به نظر من مثلا اگه بچه نداشته بودی یکم مردم بیشتر مثلا کمتر توهین میکردن. نه 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 یه اصلا جوری به این هوا نباش آیسان. تو هر کاری که بکنی مردم برات حرف دارن. گرفتی چی میگم؟ اوکی. تو اصلا ازدواج نکن، بچه مرسی. دار نشو، بعد بهت میگن که پیر مجرد بچه خور. باردار تو هر کاری نمیشه. که بکنی مردم برات حرف دارن. اشتباه نه نکن. مرسی. باردار نمیشه. ارغوان جون، جانم عزیزم. تو چه شغلی را دوست داری؟ مثلا دوست داری در آینده موقعی که دختر شدی کامل دوست داری چه کاره بشی؟ آشپز هستم. الان و در آینده هم میخوای همون آشپز بمونی؟ دقیقا، چون هیچ به اندازه آشپزی بهم انرژی نمیده. تو خونه یا شاید رستوران؟ یکم برای دخترها خوبه، رستوران. مخصوصا برای ما یه جورای آرام بخش. رستوران داریم لیدا جان. آقای آقای حمید، بله بله زاچو. بله. اگه عقل الان رو داشتی برگردی به 20 سال پیش، ازدواج میکنی؟
20 سال پیش اگه برمیگشتم مثلا ایران وای نمیستادم که بخوام ازدواج کنم، اما الان دوست دارم ازدواج کنم. کلا میگم عقل الانو داشته باشی، من 20 سال پیش اگه عقل الانو داشتی ازدواج میکردی یا نمیکردی؟ نه ازدواج نمیکردم. خب دیگه. خب الان چرا دوست داری؟ من میگم اگه عقل الانو داشتی، خب بگو الانم دوست ندارم ازدواج کنم. الانم دوست ندارم. الان البته چرا الان آره. دوست دارم. چرا برای ازدواج کنه؟ یه خونه اجاره کرده، خونه خالی داره، هر هفته یه تر تازه‌شو میاره، چرا با یه نفر بمونه؟ آخه تنهایی هم سمه لیدا خانم. خب نه من الان تنها با نیستی کارم دیگه، هفته یه مشغولم. نفر میاری، شب جمعهات که بغلت پره دیگه، نه هم که به خدا درگیر کاری وکیلی. دیگه. نه خدا وکیلی، نه خدا وکیلی، اصلا همچین چیزی نیست. من خیلی الان معمولا سینگلم، خیلی مجردا سینگلم. همین نه میرن تو بابا گروه ها مخ میزنن، تو گروه ها، تو خیابون مشتری چشمک نه بابا، شماره من ساعت اینا. 8 صبح میرم دم مغازم، ساعت 6 شبم میام خونم میشینم شام میخورم، خب مشروب خوری دیگه میکنم. از مشتریات مخ میزنی برای نه آخر هفته. بابا، اصلا همچین کاری رو نکردم و نخواهم کرد. یعنی شما 40 ساله کلا نیازتون رو برطرف نکردین. نه دیگه. آها باشه، منم که گوشا مخملی باور کردم. اوکی. حالا شما باور نکن دیگه چجوری بخوام اثبات کنم. لیدا چی یه هست؟ لحظه من برم پایین، الان دوباره میام. برو ببخشید بچه‌ها. برو 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 یارت نمیشم، برو برو دیگه گرفتارت یارت نمیشم. نمیشم. ای بچه من برو ساعت برو 1 برو برو قول برو دادم دیگه برم توی یارت لایوی. نمیشم، دلدارت الان چند نمیشم. تا برن. آره یه قولی دادم، یکی از دوستان گفتم یک میام، کسی هم یادآوری نکرد، نمیدونم الان داریم لایو گذاشته یا نه. اوکی خیلی خب بچه ها، من ساعت 1 من میرفتم، ساعت 1:20 20 دقیقه هم گذشته. آریان مرسی که میگی بودید بچه ها. نه من و آریان قراره توی لایو دیگه بریم، قول دادم میام و یادم رفت و برم اونجا. بعد از لایو دوستمون آریان جون لایو میذاره، بعد از آریان جون اگر زود تموم کرد من میام دوباره لایو میذارم. مرسی که بودید بچه‌ها، مرسی اومدین اگه بالا و مرسی خانم از خوابمون فالوورای نبره، عزیزم. اگه قربونت خوابمون خدافظ. نبره. اما خب لایو بچه‌ها آریانو مرسی برام که بفرستید. لایو آریانو برام بفرست لیدا. اعصاب آریان خورد کردی، تو رو دیگه بالا نمیاره. نه بای دیگه، بای. من ببین معذرت خواهی خدافظ. میکنم.